میدونی فرق تو با اشک چیه؟ اشک از چشم میفته ولی تو اصلا از چشم نمیفتی. شما سکوت رو رعایت کنین، جلسه رسمی میباشد. آقای ناناس، شما متهم شناخته شدین. اگر مدرکی دال بر اثبات بیگناهی دارید ارائه بدید. آقای قاضی، اتهاماتی که به موکل بنده زدید اتهامه. شما اگر این اتهامات رو ثابت کنید دیگه اتهام نیست. من میتونم به شما اتهام وارد کنم که مثلا بگم پای شما پرانتزیه. خب حتما مطلب مهمی لاشه. من فقط یه سوال دارم که ذهنمو درگیر کرده و میخوام جواب اینو به من بدین. چه جوری اولین شاکی شما جورج بوشه؟ اصلا چه جوری سفر در زمان کردین؟ خب یه نفر از آینده اومده بود ایران که دلار بخره و منم اون دستگاه سفر در زمانشو ازش دزدیدم. در واقع قضیه برمیگرده به یه خیلی پیش. سلام آقا، میگم الان چه سالیه؟ الان 1405. خب دلار چنده؟ 90 تومن. چی؟ فقط 90 میلیون تومن؟ ایول، الان میرم کلی میخرم و میرم تو آینده و پولدار میشم. هورا! خب بگو ببینم قضیه جورج بوش چی بود؟ اون قضیهش برمیگرده به یه خیلی پیش. ببخشید امروز چه روزیه؟ 11 سپتامبر. به موقع اومدم. مگه چی شده؟ قضیه از این قراره که قراره یه سونامی خیلی 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 گنده بیاد و تنها راه نجات مردم اینه که همشون برن بالای اون برجای دوقلو. خب ولش کن، بذاره از کوچیکترین اتهاماتت شروع کنیم و بیایم بالا. تو چرا 2 ثانیه سینگل نمیموندی؟ خب آقا جانی چی حرفی که تو میزنی؟ هرچی بیشتر سینگل بمونی بیشتر زنشو میبرن شمال دیگه. همینجوری گفتم فضا عوض شه. خب رفیقت هم ازت شکایت کرده، چرا پولشو بهش پس نمیدی؟ خب معلومه از قصد نمیدم که نره با پولش سیگار نخره. راستی تو که خودت متهمی، چرا رفتی از ایرانسل شکایت کردی؟ خب معلومه وقتی کارش گیره میگه ایرانسلی عزیز، ولی وقتی موجودی حساب تمام میشه میگه مشترک گرامی. حکایت خیلی هستا. خیانت هم کردی؟ آره، من که اصلا نمیتونم خیانت کنم چون برای خیانت لازمه که 2 نفر همزمان منو دوست داشته باشن. همینجوری گفتم فضا عوض شه. جناب قاضی، او خانوم برگشته گفته که توی رویاهاش دیده که این آقا بهش خیانت میکنه. این آقا هم برگشته گفته که هر رویایی که داشته باشی برآورده میکنم. این آقا فقط صرفا رویا رو برآورده کرده. میدونی فرق تو با جوراب چیه؟ جوراب لنگه داره ولی تو لنگه نداری. بگو ببینم با نیوتن چی کار داشتی؟ من اصلا با اون کاری نداشتم. من فقط سعی کردم یکم فیزیک رو برای این نسل جوان ساده کنم. نیوتن؟ بله. چشاتو ببند. بگو ببینم الان چی میبینی؟ اما هیچی نمیبینم. این فیزیک بدون تو. نوکرتم، شرمندم نکن. خب بگو ببینم چرا سیب خورد تو سرت فهمیدی جاذبه وجود داره؟ چرا وقتی میشاشیدی اینو نفهمیدی؟ بعدشم اگه همه چیز به سمت زمین میاد و جاذبه وجود داره چرا ابرا نمیافته؟ بگو ببینم جوابش چیه انصافاً؟ جوابش خیلی ساده است. باید بری زیر اون درخت نارگیل بشینی تا بفهمی چی شد. جناب قاضی همونطور که میبینیم من فقط سعی کردم یکم فیزیک رو برای نسل جوان ساده کنم. همین. اصلا آقا پلیس شما بگو من دارم اشتباه میگم؟ نه. ما ادامه این دادگاه رو به یه جلسه دیگه موکول میکنیم. خیلی ممنونم.